هیچ شلوغی مشاهده میکنین. شلوغی ایستگاهرسی مرصاد محور بم کرمان هست. به این شلوغی، به این ترافیک، به این ازدحام ماشین. خب یکی رم نمیگی. ما خودم الان نوبت دکتر دارم 1 ساعتی کرمان، همراهی من بلیط هواپیما داره، حرکت داره، از بلیط جا میمونه، از سفر جا میمونه، من از مطب دکتر جا میمونم تا 5 روز دیگه هم دکتر مریض نمیبینه. خب چه کار باید بکنم؟ این چه قانونیه؟ این چه مسئولایی که کشور ما داره؟ این چه مسئولایی که ایستگاهرسی مرصاد بم داره؟ خب این همه ترافیک، الان 1 ساعت و 10 دقیقه ما تو ترافیک، فقط حدود 500 متر راه اومدیم. خسته. خب بعد میگن چرا راننده تصادف میکنن؟ بله، خسته نباشی.